السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. دست زن حلالی خود را در کوچه داشته راه گردی گناه است؟ یعنی مردی که اگر با همراهی زن خودش اگر در کوچه دستی او را می قپد راه می گردد، آیا در اسلام همین گناه است یا نه؟ رسول اکرم می گوید الحیاء کله خیر. داشتن زن، دست زن داشتن شوهرش گناه نیست، لیکن نه در کوچه. در کوچه داشتن دست زن یا از میان او داشتن یا از گردن او داشتن، این عادت مردم مسلمان نیست. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. ما البته تشبیه با آن مردمی کافر و مجوسی و یهودی که امروز این عادت دارند باید تشبیه با آنها نکنی. رسول اکرم سخنش گوش کنین میگوید حیا کلش خیر است. ابو سعید خدری چی میگوید؟ کان حیاء رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد من العذراء، اشد حیاء من العذراء فی خدرها. رسول اکرم میگوید، ابو سعید خدری میگوید حیای پیغمبر تا چه اندازه بود؟ تا اندازه بود که یک عروسی که در زیر چادر است چقدر حیا دارد. روز اولی که عروس به خانه شوهر میآید به نهایت یک حیای کلان او را احاطه کردگی است. ابو سعید خدری میگوید رسول اکرم حیاش از اون زن دیده زیادتر بود. ما و شما البته پیشوای داریم، باید حیا را البته چیکار کنیم؟ پیشه خود و شعار خود بسازیم. اگر چی زن ما و شما است، در پهلوی ما و شما رفتن در یگان گناه نیست، شر نیست دست در گردن او، دست در دست او حواله کنیم. ما و شما خدا رحمت و مغفرت کند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوره های خلافتش میگه وقتی در کوچه اگر زن با شوهر در پهلو یکدیگر میدید با دره میزد، میگه شما پهلو در پهلو ننشینین، زیرا این یک کسلی هست که در دیگر انسان ها تاثیر میکند. شما اگر زنی تو هست یا این شوهری تو هست در خانه در آمده در پهلو یکدیگر نشینین، در کوچه نه. امروز نشستن زن با مرد در کوچه ها چی یک تأثیری بدی رسانید که امروز نه اینکه یک دست در دست او، بلکه امروز جوانهایی که در نکاح حلال خود اون زنها نیست یکدیگر را آغوش میکنند، یکدیگر را مثال گردن او را در پیش بر خود میگذارد که در کوچه ها ما و شما آشکارا میبینیم. وای بر حال اونها. چی میشود؟ در نزد خدا چی جواب میگفته باشند؟ قسم به خدا اگر در همون زمان جان او را خدا بگیرد ایمان در وجود او نیست. از این مسئله البته ما و شما دور باشیم. السلام علیکم داملای محترم، من یک خواهر مسلمان شما هستم. یک سوال دارم. من سطر میکنم، میگویند که تو به زندگیت منت را بسته ای، این چی میشود؟ یعنی امروز الحمدلله که خواهر و اپا و مادرای ما و شما رویمال ها را طبق آیت کریمه میبندند. هزارها بار شکر. باور کن این یک خرسندی آور است، این یک باعث شکر هست که امروز زن ما و شما، خواهر ما و شما، اپای ما و شما رویمالش به گفت این زنی که به زندگی خود منش بسته است همچنان میبندد. این افتخار است. خدا در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای محمد صلی الله علیه و سلم فراموش نکن که تو بنده من هستی.
من بر تو امر میکنم که اولا بر دخترهای خودت، بعدا بر زنهای خودت. وقتی که دخترها و زنهای خودت که رعایت کردن، بعدا بر زنهای امتت خبر بده. چی خبر بده؟ یدنین علیهن من جلبیبهن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. بر زنهای امتت خبر بده که بالای سرشان رویمال پرتایند و رویمال ها را چنان بندند که پیشهای بر و پسهای گردن اونها نتابد، بندهای دست اونها، بندهای پای اونها نتابد، تا که اونها در نزد من نجات میابند، تا که اونها شناخته شوند که اینها زنهای مسلمان هستند، تا که به اینها مردهای بی توفیق سخن بیهوده گفته نتانند. امروز بین این معجزه خداوندی است که وقتی زنی که ساتر داشته باشد، هیچ مرد فاسق به جانب او گپ پرتافته نمیتواند. لیکن هر چی که می شود از همون زنهایی که سری لوچند، گردنی لوچ هستند، پای لوچ هستند، همه بی تمیزی از جانب اونها هست. از این خاطر در این سخنها باید این خواهر ما و شما ملامت نشوند. اولین زنی که در اسلام قتل شد از پشت اسلام، این مادر عماره بود، زن یاسیر. این مادر ما و شما امیه بود، برای اسلام ابو جهل به قتل رسانیدش. وقتی گفتش از اسلام بگرد، از اسلام نگشت. چیکار کرد؟ رسول اکرم به پیشش میگذشت، قوتی نداشت. میگفت مادر، میگفت صبر کن، ان الله مع الصابرین، خدا همراه صابران است، صبر کن، خدا تو را مکافات جزیل میده. این مادر صبر کرد. روز میگد ابو جهل آمد نزدش، آمد و گفتش، سمیه گفت از ایمان محمدی بر بگرد. سمیه باشد نه، گفت من بر نمیگردم. من اون خدایی را که بر او عاشق شدم و این پیغمبری که بر او عاشق شدم، این عاشقی را تا جنت میبرم، من در دنیا ترک نمیکنم. ابو جهل میگه چند دشنامهای قبیح هم داد و نیزه را برداشت و در شرمگاه همین سمیه زد و سمیه از دنیا گذشت. اولین شهیدی که در اسلام شده است، آن زن شدگی هست. از این خاطر هیچ زن ملامت امروز پیدا می شود، زنهای پیدا می شوند که میگویند که جمعه کجا میره، جمعه برای شما شرط نیست، حالان که هزارها نامعقول کرده است او عالم است، او داملا است، او کسی نباشد. امروز شما را ملامت میکنم برای سترتان، لیکن شما ملامت نشین، شما در نزد خدا مکافات میگیرین. شما هم جواب قبیح نسبت اونها جواب بگین. خدا رحمت کند، مولوی را میگوید به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکر شیطان زند سنگ. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکر شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این کلب ها دارند او او. خدا رحمت کند مولوی را، این کلب ها گفته سگا را میگن. همون زنهایی که شما را ملامت میکنن، همون مردهایی که شما را ملامت میکنن، به خدا قسم از سگ دم پستر هستند. سگ هم در نزد خدا قدر دارد، اون از سگ در دیده پستر است. شما به ملامتی و ملامت هم نشین، غمگین هم نشین. این راهی که شما گرفتین راهی راست است، راهی درست است، راهی جنت است. السلام علیکم حاجی داملا، خداوند به شما و اولاد شما بی‌دردی را نصیب کند. من یک مخلص شمایم، باور کنید حتی در نماز شب در حق شما دعا میکنم. سوال من این است، تلویزیون نگاه کردن یا تلویزیون گفته ایستاده است ما نماز میخونیم، این چی میشود؟ یعنی در حالت تلویزیون تماشا کردن آیا جایز است؟ یا در حالت تلویزیون میگوید ما و شما نماز خونده ایستاده ایم، نماز ما چی میشود؟ این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. صدق الله العظیم. خدا به شما میگوید
به درستی این که گوشهای شما، چشمهای شما، دلهای شما، اینها نعمتی هستند که ایران نه یگان پادشاهی بر شما داده است. اینها یک نعمتی هستند که هیچ طبیب برای شما راست نکرده است، بلکه این نعمت من بر شما دادم و از شما این نعمت‌هایی که دادم، این نعمت‌ها سوال کرده می‌شوند که در کدام راه تو این استفاده کردی. تلویزیون اگر ما اخبار نگاه کنیم باکی ندارد. اگر از تلویزیون ما و شما اگر یگان پند موعظه باشد نگاه کنیم باکی ندارد. یا امروز کسیته هایی که از امر معروفا ثبت شده ایستاده است برده در تلویزیون تماشا کنیم باکی ندارد. لکن پناه به سوی خدا از آن رقص بازی که شما نگاه میکنید، پناه به سوی خدا از آن صورتهای پورنوگرافی که در تلویزیون ما و شما، زنهای لوچ، مردهای لوچ یک جا هستند، ما و شما به سوی او نگاه میکنیم. رسول اکرم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. چشم ها هم زنا میکنند و زنای چشم چی است؟ نظر کردن به سوی حرام کرده های خدا. شما وقتی که اگر بر تلویزیونی که نگاه میکنید در او رقص بازی است، یا در او مثال بگیم بدنهای لوچ است، یا دیگر معرکه‌های فاسدی که خدا بر اونها حرام کرده است، این چشمها را به سوی او روان میکنید. به خدا قسم حدیث پیغمبری خدا است در چشمهای شما و گوشهای شما سرب دوزخ ریخته میشود. شما این احتیاط کنید، هیچگاه نظر بر این نکنید. این هم یک داعی همون یهودیا هست که امروز ما و شما را تبلیغ با سوی همون حرام ها میکنند. از دجال دیده همین تلویزیون امروز بدتر است. خیلی با احتیاط باشید. همان چیزی را که اسلام برای شما رخصت داده است همون را نظر کنید، بر هر حرام کرده های خدا نگاه نکنید. در حالت تلویزیون اگر گفته ساده باشد، شما اگر نماز میخونید در نماز شما کراهیت پیدا می شود. تلویزیون خاموش کرده شود، بعد نماز خوانده شود. زبان آمده از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، به بهتان و باطل شنیدن نکوش. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیبی برادر فرو گیر نکوست. خدا رحمت کند سعید به ما و شما حضرت شیخ سعدی را که بر ما و شما خبر میدهد. چی میگوید؟ این زبانی که خدا در کام شما جا کرد این برای ذکر و سپاس او ذات است. این گوشهایی که برای شما داده است که امروز در اکثر ماشین های ما و شما صدای نغمه های ناجایز است که ما با این گوش ها گوش میکنیم، شیخ سعدی میگوید که این برای شما جایز نیست. نه یک شیخ سعدی بلکه خدای شما، پیغمبر شما را منع میکند از گوش کردن این. و این چشم هایی که خدا بر شما داده است اینا برای چی است؟ برای این بزرگی خدا را مشاهده کردن است. شما آسمان را نگاه کنین بی ستون، این ذاتی که خالق همه ما و شما است چگونه نگاه دارد. زیر دریا را نگاه کنین، اینا را شما مشاهده کنین. این چشم برای این است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان اشدی شما، ما از درگاه خدا سلامتی شما را میخواهیم و اگر حاجت باشد برای زنکان یگان جا برای نماز خواندن مهیا کنید که هر روز برای همین سوال به ما میگویند که به داملا رسانید. الحمدلله امروز در همین پهلوی ما و شما اگر شرایط نیست، ما شرایط برای مردها نداریم، لیکن هزارها رحمت به این برادر وکیل و حاجیایی که در اطراف او هستند. امروز یک جای را همون پهلوی ما شدن مهیا کردند که یک چند نفری الحال نماز خونده ایستادند. و امروز شرایط‌های اکی داملا خالمراد، اکی داملا حیدر باز بهتر است. مرحمت اگر نماز میخواندگی باشند اعلان کردن رسمی است، رفته در اونجا هم نماز خواندن بگیرند. السلام علیکم داملای عزیز. اولا خواهش دارم که خداوند توانا زبان شما را باز هم از این زیادتر
برا بگرداند و چی مراد و مقصودی که داشته باشین خداوند حاصل بگرداند. یک سوالی دارم. در مسجد ما یک نماز ملایمان نبود. مرا مجبور کردند که تو نمازت را خوانده دی. من نمازشان خواندم و قوم به عذر خندیدند. آیا گناههای همونها در گردن من هستند یا نه؟ در آخر داملای عزیز خواهش دارم که دعا کنید که من خداوند گناه مرا ببخشد. یعنی اگر وقت کدامی از شما امام میشوین قوم میخندد نمیخندد، این بر ضرر امام نیست. قوم اگر چی نغمه‌ای که از پس امام کردن میگیرد، در نزد خداوند جوابگر قوم است نه امام است. پیغمبر خدا بر شما میگوید اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنان که خدا در پیش تو است. فإن لم تکن تراه فإنه یراک. رسول اکرم و اگر چند خدا را تو نمیبینی لیکن خدا تو را میبیند. و آن خنده و آن نغمه هایی که از پس امام کدام قومی که میکند او را البته خدا نظارت کردیسه و در نزد خداوند البته گناهکار میشود. این با ملا امام هیچ تأثیری ندارد. خدا این برادر گناهایی که کرده است به حرمت این روز جمعه خدای با فضل کرم خود مغفرتش بسازی. آمین و رب العالمین. سلام داملای شیرین سخن. اولا بسیار بخشش. دو سوال مرا بسیار دقت میدهد. شاید وسواس شیطان باشد یا جواب داشته باشد گوید. یکم، خدا چی مقدار است؟ اندازه‌اش، درازیش، پهنیش. دویم سوالی که کرده است برادر، خدا جای مخصوص دارد؟ یعنی خانه اساسیش در کجا است؟ یعنی برادر سوال کردن که همین اندازه خدا چند قدر است؟ خدا چی مقدار است؟ پهنیش، درازیش، کلانیش. و دویم سوالی که کردن آیا خداوند خانه مخصوص دارد یا نه؟ یعنی این دو سوال میگد مرا خیلی دقت میداد و حتی شاید که وسواس. یک روز میگد یک زنی بریتانیایی، بگیم زنی که از انگلیا هست، با همراهی شوهرش میگد به شهر یمن آمد. به شهر یمن آمد. در همین شهر یمن با یک داملای خیلی عالم کلان روپرو شد و از همین عالم همین سوال را کرد. همین زنی که همراه شوهر خود آمد همین سوال را کرد که ای عالم، ای دانشمند، من از تو یک سوال میکنم. اگر بر سوال من جواب بگویی هر آینه من بر دین شما ایمان میارم. گو هر سوالی که داری مرحمت. میگد این زنی که از بریتانیا آمده بود گفت همین خداوند طول اندازش چی مقدار است؟ این خدایی که شما در هر حالت مشکلاتی دست میبردارین از او ذات طلب میکنید چی مقدار است؟ این عالم گفت این مردی که در پهلوی تو هست کی است؟ گفت این شوهر من است. گفت شوهرت دوست میداری؟ گفت بله شوهر من دوست میدارم. گفت بر من خبر بده که چی مقدار دوستش میداری؟ اندازش بگو چند کیلومتر تو همین شوهرت دوست میداری؟ کیلومترش بر من معین کن. چند سانتی متر، چند کیلومتر همین شوهرت دوست میداری؟ این زن میگه در حیرت ماند. گفت این از قیاس بیرون است. گفت از عقل بیرون است. محبت بر محبت شوهر ما چین کرده نمیشود. میگن این عالم گفت مادامی که محبت مخلوق خدا هست خودش، وقتی محبت تو گفت با عقل خود چین کرده نمیتانی، این ذاتی که خود میگوید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر،
اون ذات خودش میگد که مثل من نیست، مثل من نه در زمین نه در آسمان نیست. اونو چگونه من برای تو معین کنم که چه اندازه دارد؟ تو وقتی یک محبت شوهرت بر من چین کرده گفته نمیتانی. این زن وقتی میگه این سخن شنید در تعجب ماند، بلند گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. خدا یک و یگانه است، محمد بر حق است. در اصل یعنی یک مثال آوردن که همون زن یک تکان داد و آن زن چکار کرد؟ عقل او را بیدار کرد که آخه این خدای هست که این حد ندارد، اندازه ندارد. بلکه چی؟ این دویم سوالی که این برادر کرده است، خدا را مکانش در کجا است؟ عقیده اهل سنت این است که خدا مکان ندارد. بلکه این من بر 4 مثال شعری بر تو میگم که بابا افضل کاشانی میگوید ای صاحب این مسئله راهنما، ای صاحب این مسئله راهنما، میدان به یقین، میدان به یقین که لامکان است خدا. خواهی که تو را کشف شود این معنا. اول چی گفت حضرت؟ گفت خدا لامکان است، یعنی مکان ندارد. اگر بخواهی این که تو برای تو اثبات کنم که خدا لامکان است، خواهی که تو را کشف شود این معنا، جان در بدنت ببین کجا دارد جا. در همین بدن خود جان نگاه کن که در کجاست جان. تو جان مکانش نمیدانی. از این خاطر مادام جان که مکان ندارد، خدای تو هم مکان ندارد. در همه جا خدای تو موجود است. در بعض حدیث ها می آید که رسول الله را گفتن خدا در کجاست؟ رسول الله حواله کردن در دل بنده مؤمن است. در دل همه ما و شما مکان خدا هست. از این خاطر رسول الله چی گفتن؟ من حدم قلب المؤمن فقد حدم بیت الله. کسی که اگر دل یک بنده مؤمن آزار میدهد، همچنان است که خانه خدا را ویران کردگی است. از این خاطر خانه خدا در کجاست؟ در دل همه ما و شما است. السلام علیکم داملای عزیز، میبخشید یک جمعه در باره همسایه با همسایه چه حق دارد، همسایه بالای همسایه چه فضیلت دارد، ببخشید داملا خبر میداده. همسایه بالای همسایه، حدیث پیغمبر خدا که ما زال جبرائیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثوه. این حدیث پیغمبر خدا هست که هرگاهی که جبرائیل نزد من می آمد، بر من چنان در حق همسایه گپ میزد که صحبت میکرد که گمان میبردم این که وقتی که اگر همسایه از دنیا بگذرد، همسایه هم حق بر است. یعنی اینقدر تأکید زیادی هست که حتی همسایه هم میراث بر است گفته در گمان من میگذرد. از چی؟ از تأکید بسیار جبرائیل که با همسایه رفتاری نیکو کن. البته امروز شاید که همسایه داری ها در بسیاری جا رعایت نشود، لکن حدیث دوام پیغمبر خدا را من بر شما نویساندم. چی میگوید؟ میگوید حضرت ابو هریره گفته است رسول اکرم میگه لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو. پیغمبر میگه 3 بار گفتن ایمان ندارد، ایمان ندارد، ایمان ندارد. ابو هریره میگه گفتم رسول اکرم کی هست که ایمان ندارد؟ رسول الله چی گفتن؟ الذی لا یأمن جاره بوائقه. کسی که اگر همسایه او از او ایمن نباشد ایمان ندارد او کس. یعنی اگر همسایه‌ای که در پهلوی ما زندگی میکند، ما اگر با راحت نباشیم، یعنی دائم در تشویش باشیم، دائم در غم باشیم، بیرون از خاندان شویم، در خطر باشیم که شاید در خانه من یگان زیان یا ضرر میارد، اگر همچنان همسایه داشته باشیم، همون همسایه ایمانی بر خدا ندارد. همسایه باید در نبودن همسایه مثل خاندار چکار کند؟ خانه همسایه را پاسبانی کند. در حق همسایه هر جایی که میشه سخن نیک بگوید. امروز از همسایه داری ما و شما باور کن شرم انسان می آید. وقتی می آید یک کس خبر می دهد که برای دختری من افسقال آمد، لکن همسایه از راه گرداندش. گفتش کجا می رای؟ از دختری او را گرفتند، دختری مرا بگیر. بین آیا همین همسایه داری هست؟
برای یک پارچه زمین با یکدیگر سالها قهری میستیم. همه این در نتیجه چی هست؟ در نتیجه همسایه‌داریایی که ما و شما از خدا و از قرآن و از حدیث که دور هستیم، از این خاطر نمیدانیم حق همسایه چگونه است. ابوذر میگوید رسول اکرم چی گفتند؟ اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. میگه ابوذر به سوی من میگه پیغمبر گفت ای ابوذر، وقتی که در خاندان در دیگ شوربا را پرتافتی، فراموش نکن آبش را زیاد کن و از حال همسایه هم با خبر باش. آب شوربا را زیادتر کن تا که از همان شوربایی که خود استفاده میکنی همسایه را هم فراموش نکن. این نصیحت پیغمبر ما و شما هست. السلام علیکم داملای عزیز. میگویند که در آب پیشاب کردن اوبال است، ولیکن در شهر نجاست های خود را به آب پیش میکنند. این چی میشود؟ به ما میفهموندید؟ البته این ضرورت است. امروز این سکسی هایی که مردم ما و شما زندگی میکنند، البته این از سبب بی‌شرایطی هست، و الا تمام همون مردمی که در همون سکسی ها زندگی میکنند هیچ کدام همون باور که زندگی داخل همون را اختیار کردگی نیستند. اونها را میخواهند که در همین زمین جای داشته باشند، زندگی کنند، لکن دستی نارسا، شرایطی ناخوب اونها را مجبور کرده است که در همون خانه ها زندگی کنند. از این خاطر اون پیشاب است چیزی نباشد. وقتی که در آبم که می رود، امروز ضرورت ایره البته جایز گرداندگی هست، یعنی باکی ندارد. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا مراد. از شما خواهش می نمایم که این درخواست مرا اجرا نمایید. من در یکی از نمازهای جمعه از زبان شما یک غزل مولوی جنونی را شنیده بودم و تنها 2 مصرع اول آن در خاطرم هست که چنین است: تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. این غزل بر من خیلی پسند آمد و باز میخواهم این غزل را برای ما قرائت و تحلیل کرده دهید. با احترام، مخلص شما. این از مولوی جنون نیست، این از مولوی رومی هست. میگوید